واقعا دلم درد کرد. در اخبار خوندید شما، نخوندید، دیدید که در یکی از شهرهای کوچک ایران که جمعیتشون بسیار کمه، در همین آبان ماه 6 تا دانش آموز 10 11 12 ساله اقدام به خودکشی کردن. اینو باید علت یابی کنن. 3 گروه مقصره به نظر من. اول پدر و مادر و خانواده ها. اولین نوک پیکان برمیگرده به سمت خانواده ها که فکر میکنن بچه ها همه امکانات رو بهشون بدن، شکمشون رو پر بکنن، غذاشون خوب باشه، دیگه خلاصه. تا بچه های ما به لحاظ روحی، خلأ روحیشون، خلأ معنویشون پر نشه، تمام زندگی رو در اختیارش قرار بدید، این اشباع نخواهد شد. باز تشنگی او همچنان پابرجاست. خدا میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنان، خود و فرزندانتون رو از آتش نجات بدید. ما برای نجات فرزندانمون چه کردیم؟ این یک گروه بایستی خانواده ها به فکر باشن. مقصر دوم مسئولین هستن. میخوان خوشحال بشن، میخوان ناراحت بشن. وقتی که جناب وزیر آموزش و پرورش میاد اعلان میکنه کلاس ها به صورت آنلاین برگزار میشه، آقای رئیس آموزش و پرورش قبل از این که دستوری بدید بیاد چاره‌ای بیندیش. 20-30% دانش آموزان ما در فقرن، موبایل ساده در اختیار ندارن. اینا چطور آنلاین درس رو گوش کنن؟ از خدا نمی‌ترسید؟ حیف اسم وزیر برای خودت گذاشتیم. تو پیرو به حضرت علی هستی، داری به دروغ داری ادعا میکنی. حضرت علی وقتی خلخالی رو، طلایی رو از پای یک زن یهودی در آورد، گفت شایسته است انسان مسلمان بمیرد از غم. آقای وزیر محترم کشور باید از غم باید بمیری امروز که 6 تا 7 تا دانش آموز 10-11 ساله به خاطر نداشتن تبلت اقدام به خودکشی میکنن. بعد تو گرفتی راحت خوابیدی؟ از خدا بترس. این پست ها پست نیستن، امروز هست و فردا نیست، اینا مسئولیتن. کلام حضرت علی بایستی سرلوحه زندگی من و تو باشه. جا دارد وزیر آموزش و پرورش از غصه بمیرد، جا دارد عبدالعلی خیرشاهی از غصه بمیرد. یک بچه دانش آموز 10-11 ساله برای نداشتن تبلت اقدام به خودکشی بکنه. کجا بریم بگیم؟ تا دیروز ما فقط از کشورهای غربی و اروپایی و خودکشی در اونجاها داشتیم حرف میزنیم، الان تو کشور خودمون این واویلاست. آقای وزیر، به نظر من شما بایستی قبل از اون 3 تا عمل انجام میدادید. یه مقداری از این اختلاس هایی که داره میشه میلیاردی میآورید در اختیار بچه ها قرار میدادید. یک تبلیغ به هر کدوم 10 تا تبلیغ. چی میشد؟ برای بچه های خودتون، برای بچه های کشور خودتون، برای کسانی که پدران و مادران اینها در جبهه های جنگ 8 سال دفاع مقدس شهید دادن، اینا بعد بایستی برای نداشتن یک تبلیغ بمیرن، خودکشی کنن. کرونا از طرف میکشه به جای خودش، تصادفات جاده‌ای میکشه به راه خودش، بیماری‌ها به جای خودش. بعد اینو هم باید تحمل کنیم که به خاطر نداشتن تبلت امکانات بچه‌های ما خودکشی کنن. این درده. یا این که اصلا قید تبلت و شاد و حالا اسم برنامه هم چه گذاشته، شاد، تمام رو ناشاد کردیم، زندگی ها رو فلج کردیم. امروز من نمیتونم تبلت رو از دست بچه خودم بگیرم. چرا؟ چون میگه من برنامه شادم. اگر هر جا سر بزنه میگه من تو شادم. خب پدر میتونه بگه نه تو نیستی، تو ناشادی. آیا میتونی شما از دست بچه خودت امروز تبلت رو 1 ساعت جدا بکنی؟ خب میگه درس دارم. خب پدر و مادر نمیدونه شب و روز رو موبایل وایسته که ببینه آیا واقعا تو شاده یا تو ناشاده. یا گام دوم رو برمی‌داشتید. کلا گفتم قید شاد و هر شب برنامه مجازی رو می‌ذارید از طریق تلویزیون. این برنامه رو 5 تا شبکه دارید، 10 تا شبکه، اشکال نداره صبح تا ظهر در اختیار بچه‌هامون باشه. از طریق تلویزیون بله هست، میدونم. اینجوری نیست بی اطلاع باشم از تلویزیون برنامه‌ها پیگیری نمیشه، نه. ولی بیشتر کلا فضای مجازی تعطیل، فقط تلویزیون. ما درس میداد. و یا این که نکته سومی هم بود به نظر من این بود که کتاب‌های کمک آموزشی رو در اختیارشون قرار میدادید. فعلا با این کمک آموزشی ها به وسیله پدرشون، مادرشون، یک نفر رو خودشون استخدام میکردن، در نظر میگرفتن فعلا تا مدتی که این اپیدمی از بین بره و مهار بشه.